بفهمید شکلات خوشمزه تولیدش تو اسرائیله. گفتن اگه چرا؟ اسرائیلی؟ آره. اگه اسرائیلی اسمو چیز میکنه. نه آقا بیا مواد توش نباشه. کاری ندارم خب که گفتی اسرائیل اصلا خب باشه حالا مرسی. ما برای حمایت از اسرائیل یه برند خیلی خوبیه. حمایت از اسرائیل؟ آره چیزی نیست. نه حالا بفرمایید تست کن. آها مظلوم مظلوم نیستن؟ اصلا نیستن. گوگلی مگولی چرا گوگلی مگولی چیه؟ تو این حمایت که اینجا میکنی حالا اصلا ما میگیم مثلا یه همسایه‌ای دارین هر روز میگه من خونه‌تون رو میکوبم، هر روز میگه من کاری میکنم که شما بخوری زمین، بعد شما بگید من میام بازم ازت جنس بخرم. درده ترکونده بدبخت بچه جوونا و مسائل مردم. خب به جنگ دیگه. عین حیوان. مثلا تو این نون اصلا حلاله میبری خونه؟ مگه ندیدی با تو الان مثلا اون فروشه داری من 50 تومان. خب پارکینگ گیر بده به من. درسته. بعد یه مدت اون رئیس کلانتری با من رفیقه، اون گردن کلوفت محل با من رفیقه، بعدش من میام به شما میگم چی 1 متر جامو میکنم 5 متر. حالا برای خوردنش حداقل نه اگه اسرائیلی نمیخوام. سلام. یا حالا یه دونه بخور خوشمزه است. آدم از گشنگی بمیره دست مال اسرائیل نمیاد. چک